ایو سلام رفقا، امیدوارم خوب باشین. علی روا اومده دوباره. امروز اومدیم با یه ولاگ خیلی خوب و خفن. قراره با یکی از دوستامون که الان کنارمه بریم صبحانه بخوریم و قراره کلی بگیم بخندیم. امروز میخوام با یه آدمی آشناتون کنم که توی شهر ما حکم مافیا رو داره. مافیای بخاری توی زمستون و اسپیلت توی تابستون. کلن سردگرم میکنه، خودش کلن برهوته. خب ولی خب کارش درسته، ده نمیشه کارش کنی. امروز امیر با ماست، یکی از خوبای محل، یکی از خوبای شهر. امروز اومدیم باهاش بیرون، یعنی البته زحمت کشیده، هم خودش اومده هم ماشین پتش آورده. چی؟ ماشین خوبش آورده. خلاصه بریم یه معرفی داشته باشیم. امروز قرار بریم یه جای باحال صبحانه البته بگیریم و بریم یه جا بخوریم، چون اینجا شاید نذارن فیلم بگیریم، شاید هزار تا، یعنی امیر هم خجالتیه، من هم یه ذره خجالتیه. چرا الکی میگی؟ من خجالتی نیستم. خودش اومد. آقا امیر یو کار درسته. هلو گایز بچه. از اینه که خیلی مثلا سابسکرایبز دارند. داشه میره امروز زحمت کشیده اومده. رینگاش صلیبیه. آره داشمیر رینگ هم خریدن و شیرینی بهمون نداده. داشمیر امروز زحمت کشیده، زحمت خیلی باحال کشیده. این که اومده کنار ما از این صبحانه‌های بچه فقیری بخوره، چون خودش همش استیک میزنه است. ویگستران آره کلا خاویار میخوره. فکر کنم پاستا ول کردم اومدم. البته خاویار میخوره ولی خاویار بادمجون. داشتم الان یعنی چون صلیبی انداخته، اسمش از امیر به نجمد. آره چشمش باران فلان. خلاصه باشیم با ما امروز، قرار کلی بخندیم. کلیش سر دلم میخواد کورسی بذارم. کورسی؟ با ماشین اتقا میشه کورست مثلا کنسرت مجازی مثلا میشه رفت. آقا امیر خیلی رویانی از این بچه‌هایی که خیلی رویاییه. پسر رو بره نگاه. هیچ نه. پسر چقدر خوبه. ایجاد بنده خدا داشتن کار میکنن. آقا امیر اشاره کرد چون حامی قشر ضعیف جامعه است. خلاصه آقا اینم از امیرمون، خیلی کارش درسته. بریم پیتزامونو بگیریم دیگه، بریم صبحانه را مهیا کنیم. خواب خوشگل. آره با ما باشین. خلاصه قرار کلی خوش بگذره. یه ثانیه میریم میایم. آقا امیر در حال درایو. آقا علیرضا ما الان کجا میخوای ببریم؟ داش یکی می برو جلوترم. نرم میخوای چیکار کنی؟ داش ده خودت میدونی. آقا برو شما حرکت کن سری. بریم بذاری خانم بنده خدا رد شه. بریم خدا تو بعد از این رینگو خوشگل‌ترین صلیبی. اینا خیلی زاین ولی از صلیبی بهتره. آقا این ماشین ما خواستیم ریا نشه. داش بعد همین ماشین بابا. آره از کدوم برم تو کوچه؟ آره. خب آقا ما داریم میریم. منو میچرخونی دور خودم نه؟ داریم آقا میرا چیز میکنیم. آقا داش بنده خدای بیمه نداره. یا اصلا رانندگی بلد نیست دوستان. ولی خب یه لحظه باشیم ما برگردیم. یه لحظه من جا سفارش بدم. داش امیر. خب بچه‌ها این بانکو میبینین. آقا ما شمایی من سرویس. داش امیر چی میخوره؟ من تو رو داش یه چیز دیگه هم آماده دارم میخوره. نه باش همون چیزی که گفتم با هم هماهنگ کنیم. آره دیگه همونو بگیر. همون همیشگی. اولین بارمون انجام میدیم. حل. تو برو بیا ببینیم چی میشه. برو علی بیا میگم برو. نگاه کن
آقا سلام. یعنی سلامی دوباره. ما پکا گرفتیم از داستان، رفتیم یه کافه از بالا، یعنی گوشی امیر زنگ خورد، یعنی گوشی من زنگ خورد، نمیدونم چرا گفتم امیر. گرفتیم اومدیم یه خوراک خیلی بال، الان میریم آنباکسینگ میکنیم. آقا میرم اینجا مهیا اومدیم برو اینجا. پیاده‌شو بیرون. برو بیرون. بس شیر آدی چرا اینجا واسه برو بیرون. بذار قد این وسیله رو بر بیا داش. برو بیرون. فیلمو قطع کردی؟ ذات آدم الکی. بچه هوا چی میگه؟ پسر هوا چی میگه؟ من با غذا رفتم. داش میخوای بری؟ آره. رفتی؟ جدی؟ دست میگی نفتی. من برم ماشین بزنم و بیام. باشه اومدی همراه چیام بیار. بیگست پاستا همونا. آره چرا من دارم اینجوری فیلم میگیرم؟ وایسا این از اینا رو من بردارم از عقب ماشین. داش امیر من خواستم برشون دارم. بچه مثبت با این رنگای صلیبی. آقا اینم ماشین داش امیر با رنگای صلیبی تور، از این صلیبی های خوب. اومدیم یه جایی که هم خلوت باشه هم ده خوب باشه. خلاصه بارون اومد. یادشو بیا بابا. بچه اومدیم یه همچین جایی کنار رودخونه، البته رودخونه نیست خودش. جون مافیاتور بدن آقا فهمیدی باشگاه میره؟ البته باش گاهی میره. آره باش گاهی میره. گای باش میره. گاهی باش میره. آره آقا بگید اینا بگیر از مایت. بسر چه جایی چه هوایی چه اینجا داشت. اینجایی که اومدیم کلن خوب میافته. اینجایی که اومدیم کلن بیشتر شباه جاده غذا بهش میگن. خیلی جا شروع میشه. بریم الان اینجا ما داریم تمیز میکنیم. آره کلن تا رو آخرش همش غذا سخاری خیلی باحاله. شبا خیلی ده. البته اگه بخواین که نه میذاریم، حتما ویدیوش هم میذاریم. حالا چه امیر باشه چه نباشه چون خیلی مزاحم. بچه اینم از وکی که از وکی که گرفتیم. خیلی خودمونی طور نون داره، رون داره و خیلی جون داره و کو غذای کو بخش. غذا. اینم از اصل کار. اصل کار. آقا بذار من آماکس میکنی. آماکس بکن. میخوام روخ کار رو بگیری. خب بهش امتیاز بده. خدایش این آقا مهدی که ما پیشش میره برای یعنی کافه که ما رفتیم خیلی کارش درسته، مشتری داره کلا. الان یه لحظه فکر کنم کارمند بانک کشاورزی. تبلیغ نیست ها. آره تبلیغ نیست. تاکید ولش کن. باز میکنیم آقا. یعنی توش خالیه. بذار اینا کلا آماکس کنیم. خیلی کارش تمیزه. البته امروز چون عجله شد نه نایل نذاشت. خیلی هم اصرار داشت که آره وقت تمیزه. خدا اینا از سبزی تور فلان. آره جلوه‌های ویژه. اینم از خود کار. پشمو. پسر یه خوراک که میخواه از آشغاله بگیری پسر. این خوراک که سوسیس تخم مرغه. یه چیز ساده و باحال که هم سیر میکنه هم رخ کار رو داره. هم سیرت میکنه هم با پولش کی. آره نه دلو خلاصه وارد اون چیا نمیشیم. لازم ما بریم آماده بشیم. میرم پسر داره بارون میاد. پسر اینجا میخوای ویدیو رو زیباتر بکنم؟ چرا داره؟ بگو میخوای یا نه؟ رینگا رو داری حاجی، رینگا رو داری. تنها چیزی که اینجا زیبا نیست داشت همین رینگاتن. دیگه چی خوب. پسر چه هوایی شد خدایش باحاله. الان رینگا داری؟ رینگا رو دارم. آره ریاکار. آره داشت بیا دوربین عجیب بذار شروع کنیم خوردن دیگه. سر آقا این از این یه رخ کار رو بریم. صبحانه بالیا خواسته این جایی بگیریم که خوراک مخصوص با سوسیس تخم مرغ. آقا من نظر چیه خدایش؟
خوبه تا اینجا کار تا اینجا کار خوبه مخصوصا میتونه- با علی میتونه با علی فدات خوبه. سانداش داریم ما خجاب بس بکش پایین برات ساز بزنم آجی ولش کن تا اینجا الان خدایش که خوبه چون امیر میگم چون استیک بازه اینا زیاد چشمش به نمیگن معدم ساز آجی اصلا تو ماشین رو نگاه کن به این ماشین خوب چی میخوره خوب همچین زپرتی. آره آقا میری سوالی که آه. ذهن منو درگیر کرده خب خب واقعا چرا صلیبی اینا میشه جواب دی شاید خیلی براشون سوال باشه اصلا رخ تو با این استایل خوب با این قیافه با این زاویه فکر نداشته ما دیگه چون دیگه سنی ازمون گذشته دیگه باید معمول به فابریک سوار باشی دیگه آره، آره. یعنی بیا نون تخماق بزنی فابریک خدا از من سوار. آجی بذار از من کوچیک‌تره چقدر پول آدم ها زود پخته میکنه خدایش البته راست هم میگی ماشین هرچی فابریک باشه بالتره من این سوال از تو دارم نه دیگه اینا بگی مال خود خب ها حالا من میزنم لقمه آقا مشتی باشه گادبوری باشه آقا من یه سوال بهم داشته گاد بلست نه فکر کنم این مال بیشه صدام خیلی خوبه مخصوصا موقع خوابیدم صدات خیلی خوبه فقط وقتایی که نمیخونی. نمیخونی جون نداشت آقا من یه سوال از تو داشتم حست با اینکه با من رفیقی چیه الان چه حسی داره که با من تو رفیقی یعنی رفیقت منم ولی نه خب. جدا از شوخی نه در من برو ببخشید آقا خدایش اینا خالصانه بخوام بگم به خود چند باری گفتم یکی از الکی ترین یکی از بیهوده ترین آدمایی که من تو زندگیم باش رفیقم امیره یعنی من خودش میدونه من هر حرفی میزنم برعکس حاجی دقیقاً. مشفی منم اینقدر علی رضا دوست دارم میگفت آره خیلی خدایش بخوام من اهل ریا و این داستان نیستم آدم رو کیم خودش هم میخوام خیلی کارش درسته با معرفت خیلی کار درست با ادب یعنی هر کسی تو زندگیش تو عمری که میگذرونه آدمایی میبینه که تو مسیرش هستن آقا امیر از اون آدم حسابیایی که خیلی جا به من کمک کرده و منم خیلی جا کمکش کردم البته مالی نه به خودش آره نه جانی. آره از جونم براش گذاشتم ولی خب هم از خونش هم از پولش هم از آره، جونش نه، هم جونش. از کوراسه این سلامتی چیزا مادر که شیر داد پدر که نان داد خلاصه کلی چی آقا داره سرد میشه بیا اینا بزنیم و ما یه لحظه میریم این تموم شد باز صحبت میکنیم دقیقا شاکر رفقا آقا بارون هم که گرفت خدا را شکر ما نتونستیم ادامه کلیپ اونجایی که نشسته بودیم بگیریم و ما تیغه برف با آره. خرابه آجی تیغه برفاکن خرابه با همین وضعیت چی خوب با این وضعیت نامساعد باوریم آقا امیر اعصابش خیلی آرومه تیغه برف با خرابه حالا میدونی الان که الان تازه خوبه زمانی سورپرایز میشه که بره اونجا قیمتا رو ببینه بیشتر سورپرایز شه زمان سپرایز میشه که بریم بسته باشه وای درام خوب شد آجی این ماشین فروشی هر کسی خواست دایرکت نه کامنت ها بگه حتما قیمت هم 200 میلیون چون ماشین چپیه ماشین آقامی رفته از این ماشینه الکی گرفته آقامی چرا وایستادی داشتی؟ باش چون نمیبینی داشتی یه بار که طوری نیسته بزن حداقل جلو تا ببینی یه کار خبری پارکش کنی؟ استوپش کن استوپ آقا یا آقا راهی یا راهی خواهم ساخت یا ساخی را هم آخر حاجی این چیه؟ حاجی الان هر کی ببینه میگه دوتا اسکو داری این حاجی خراب خط میندازه رو شیشه خب آقا میرم حساسه ما گفتی اینا تا لوازمی که برسه میگه فقط حالا قیافشو نگاه کن. فقط اینا چطوری بندری میزنه چرا راه حاجی اینقدر حرکت عالی بود خب نگاه کن پشمای ما حاجی ریخته یارو نگاه میکنه میگن دوتا اسکو
حاجی حال که دیره که تا یاد چی خدایش اینجوری نه خط نیفته نه چیزی. آقا این نظر راجبی حرکت چیه؟ آقا ولوم بده دیگه. آقا خراب شد. نه درست. آقا حرکت تا داشتی یا چی؟ مغز متفکر. مغز متفکر به قول بنده خدا. ای نه آجی کپی رایت نداشته باشه در همون سرویس یا دوشیالا یه بر. آقا امیر شیطان پرست بخاطر قسمت رپش رسید. آجی رپ فست شد آجی. آجی معلوم نی آهنگ کپی رایت داره یا نه. خب پس گوشش نمید. آیت الکرسی اللهم صل علی. بعد موقع ادیت حواستون باشه. اینجوری خراب نمیشه. بیشوخ. نه داشت نه دور است. نه بخدا خراب نه داره الان سوال میکنه که رینگا ماسیب نمیزنه. چرا احتمالی که رینگات کلا کنده بشن هست. به چی؟ به چپم نه به راست. آقا خدایش آقا هوا خوش چی میگه؟ گذشت. آقا هوا چی میگه؟ آقا نظرت راجع به امروز چی بود آقا امیر؟ خدایش برای شروع آقا صبحانش که خوب بود ولی اون آدمی که باهاش بودن او بهتر است. ذات امیر آقا الان اگه یه دختر همراهش بود یعنی اگه جلوش من متعهد به یه نفرم. اگه جلوش پشکل هم میذاشتن میگفت من متعهد فقط به همسرم. من میدونم درسته من میدونم. آقا حالا تو راست میگی. شیشه ها داره بخار میکنه. با یکی شیشه ها رو بیاریم پایین که بخار نکنه آدمی ناراحت نشه. با یکی میام از شهر بگیریم خب که جالب بشه دیگه هم یه فضای به نظرت تیغه برفاکن از کجا بگیری؟ بیغه آقا یه سوال خوب خدایش اگر میفهمی تیغه برفاکن به غیر از کافینت از کجا باید گرفت آقا چه سالی مرد حسابی نه من از کدوم ما بریم آرایشی بهداشتی داشت سمت راست برو اینجا دو تا لوازم یدکی خوبه. یدکی ها مگه نه باید از اسپورتی ها بگیری؟ چرا؟ با خودم مگه نه باید اسپورتی بگیری؟ بی شوخی هم بی شوخی؟ من چه سالیه؟ نداشتی بابری لوازم یدکی اون اسپورتی ها تیغه برفاکن اسپورت داره. ماشین تو که خیلی اسپورته بابری ذات امیر. آقای امیر اصلا هیچ درست میشه. من بهش گفتم بیا یه مانیتور تسلایی بندازاش روی ماشین خفن شه. میگه نه پول ندارم. با که روزی فاکینگ 20 میلیون فقط خرج لایف استایلش میکنه آقا امیر. باشگاه روزی 3 بعد لایف استایل هم اینجوریه. لایف استایل بندری. لایف استایل آقا کارو در میاریم دیگه. خلاصه با ما باشیم ما بریم این برفاکن بگیریم نصب کنیم. خلاصه هستیم با هم. 26 چاکر رفقا. آقا ما برگشتیم بعد از یه تایم خیلی یعنی نه طولانی نه کوتاه اما گذشت. آقا امیر رفت یه جای کاری داشت سری برگشت پیش ما توی تایم کلاس بودیم و حالا بارون خیلی خوبی داره میباره. یعنی تو این ورژن تو شهر ما قفله. امیر این بخاطر الان کسخل کردیدم خاطر بارونه. بخاطر اینکه ما اومدیم بیرون خدایی جوری. آره کلا از برکات وجود آقا امیره. از خدا میخوایم همیشه این برکات رو تو زندگی ما بذاره. میخوام الان بارون هم نشون کنم یکی با یکی یعنی پی او وی بشه. یعنی از منظر ما به بیرون نگاه کنیم ببینیم چطوریه. آقا جون هوا چی میگه؟ هوا مخصوص داداشیای اهل حال. بچه ها همه الان زنگ به درست آقا میره چی؟ بله من تو که داشت دانشگاه بودی. درسته. جلازه شیشه خیلی خیلی میشه اصلا پایین آوردش. اما کلا باحاله دیگه. یعنی آقا امیر امروز هم ماشین ها شسته بود مزه میده. از اینجا هم ایستگاه شد.
ولی چقدر استادم بده نمرمو نداد. استادم رومو بهمون گیر داد که آه چرا اینجوری چرا اونجوریه. یعنی اینجا کلا همه هنگاورن، یکی میپیچه یکی بوق یکی کج میره، اصلا یه وضعیت. فقط اینجا آقا میره که حواسش به همه چی هست. یکی از این هم خیلی حواسش هست. آشید داری چی میزنی نشتی؟ آقاش که از رعایت نمیکنی چه وضعشه خداییش. آمیر باید به اینا بپردازیم. درسته یا چی؟ آقای رضا سوال پرسیدنمون به کجا رسید؟ داشتی میگفتی، تو گفتی که من قرار بوده یه زمانی چی بشه؟ یه زمانی میخواستی بری کانادا، درسته؟ چی شده اون؟ آلمان داداش، کانادا که کانادا سگ کانادا سگ میره. داشت تو نهایتش از همین جایی که الان خونتونه بری تو کوچه و بری دیگه جایی راه نمیده حاجی. آب همه جا گرفته. آقا امیر الان دنبال کدوم آب کمه؟ آب کدوم کمتره؟ حاجی وقتی رفیقم میگه من رو ماشینم حساس نیستم، میگه کدوم ور آب کمتره که ماشینش تو آب نره. و این چقدر تارا خانم یه لحظه صبر کن عزیز دارم. ها؟ گریه نکن مشتی. آدم نباید نباید رو وسیله حاجی نه چقدر داره میره. قرار نمیدم کمتر خاموش میکنه. آره داره 30 تا میره تو آبه. نه 30 تا چی داره؟ 15 تا میره. داداش 0 تا 100 بگیرم. حاجی ماشین مدل 95 یه 50 تا کار کرده. مدل 94 500. نه ولی ماشین مدل 403 بود. آقا امیران 405. سر چقدر رفیقم خنده داره. جوکاش خنده داره. رفیقم با مزه است. آره ها دیگه. ماشین هم که حاجی خداییش تمیز داده، یعنی سلیقه آقا امیر دستخوش داره. الان یه این سال آب تو آب و تون میره اینا باعث میشه برق ماشین خراب بشه؟ نه دوست. هر وسیله‌ای که از ماشین درست میشه یه سری قطعات برای ضد آب بودنش درست میشه که آب بهش نفوذ نکنه. برای همین مطمئنم. الان درسته تو پارس و خود ایران خودرو تویوتا نیست، اما از اون رعایت هم باید کنی که موتورش که تویوتا داداش. موتور فرغون ها چی ببخشید موتور تیو 5 یا موتور ایکس یو پی؟ موتور ایکس یو جی. باز هم خوبه. آقا اصلا بیرون یه افتضاح بازار یعنی میشه اصلا رفت جای چرخید اونا. فعلا تو ماشین در جا درست. آره اول صبح اومد دنبال ما، کلی حال داد، کلی خوش گذشت. اینم ادیت میکنم براتون میذارم داخل چنل. امیدوارم خوشتون بیاد. آقا این میرم شروعشه. اگر دیگه شروعشه قراره کلی بتره کنیم، کلی چالشه اگر ببینیم واقعا سفرهای بال چقدر قراره بریم عشق کنیم با هم. اگر ببینیم واقعا بچه‌ها دوست دارن حمایت میکنن و اینا کلیپ‌ها بیشتری میذاریم 100%. ولی وقتی حالا حمایت هم نکنم میذاریم ولی چه هفت قشنگه. آره هفته را آقا امیر هفته را کرای زده رو هفته رو الان رد میشه. دو تا هفته دیدم هفته رو تمیز کشم. خدای سلام. آقا ما دیگه بعد رفع زحمت کنیم. آره ان شاءالله تا ویدیوهای بعدی. باشه. آره دیگه آقا امیرم داره صحبت میکنه نمیذارم آذر بزنه. ببخشید آقا چنل خودش البته. آره دیگه علی روان نداره. امیر روان آقا امیرم تو حوزه گیم فعالیت میکنه، اما به زودی داره ستاپ جمع میکنه بیاد درو کنه ان شاءالله بتره کنه. ان شاءالله. آقا با یه شات این خداحافظی آخر یه چند ثانیه هم تا درودی دیگر. آقا درود از این مسخره بازی ها بگذاریم. خدا نگهدار.